سهل ابن سعدی رضی الله عنه میگوید که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و مشرکان در یکی از جنگ ها در برابر هم قرار گرفتند و با هم جنگیدند. سپس هر کدام از آنها هنگامی که جنگ خاتمه یافت به خیمه هایشان برگشتند و میگوید در میان مسلمانان مرد وجود داشت که هر مشرکی را که در همان جنگ میافت او را دنبال میکرد و با شمشیرش او را به قتل میرسانید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کسی به اندازه فلانی نجنگیده است. او در جنگ بسیار ماهر بود و بسیاری از مشرکان را به قتل رسانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آن شخصی که شما میگویید در جنگ ماهر بود و بسیاری از مشرکان را به قتل رسانید، او از دوزخیان است، یعنی او دوزخی است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر آن شخص که در جنگ اینقدر ماهر بود و اینقدر مشرکان را به قتل رسانید دوزخی است، پس چی کسی از ما از اهل بهشت است یا رسول الله؟ مرد از قبیله همان مرد گفت من به تعقیب او میپردازم و هر کاری که میکند میپایمش که چرا او از اهل دوزخ است. پس در همه حالتهای سخت و آسان همراه او بود، یعنی او را تعقیب کرد تا اینکه همان شخصی که در جنگ ماهر بود زخمی شد و برای مردن سراسیمه شد، درد را یعنی تحمل کرده نتوانست. سپس همان دسته شمشیرش را بر زمین گذاشت و نوگ شمشیر را در قفس سینه اش گذاشت و خود را زیر کرد، یعنی خود را به قتل رسانید و شمشیر داخل قلبش شد و او به هلاکت رسید. آن مرد که همان مرد را تعقیب میکرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای محمد، گواهی میدهم که تو رسول الله هستی. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند چه اتفاقی افتاده است؟ چی شد؟ آن صحابه او را از ماجرا به خبر ساخت، یعنی گفت آن شخص خود را به قتل رسانید، یعنی درد را تحمل کرده نتوانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بعضی از مردم ظاهرا اعمال بهشتی انجام میدهند ولی در واقع دوزخی هستند و گروه از مردم ظاهرا رفتار دوزخی دارند ولی حقیقتا از اهل بهشتند. از همین خاطر ای برادر و خواهر عزیز، نباید من و تو نیز به ظاهر انسان بها دهیم. از درون او شخص الله سبحانه و تعالی با خبر است. در حال قضاوت نکنیم که آن شخص دوزخی هست و یا اینکه بهشتی. هیچ کدامی از ما حق ندارد که آینده آن شخص را پیشگویی کند. از همین خاطر الله سبحانه و تعالی آشکار و پنهان همه در دست اوست، همه در نزد او است و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را وارد جنت الفردوسش بگرداند و ما را توفیق عمل کرد بر دین مبین اسلام بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.